بذار من یه مقدار از پشت پرده رو برات بگم. ما روزی که موتر رونمایی کردیم، همون روزش از طرف یک مرجعی اومدن سراغ ما و درخواست 20 میلیون دلار کردن که شما 20 میلیون دلار ما 20 میلیون دلار بدیم، به خاطر اینکه اونها ادعا داشتن که ما رو معروف کردن. من داخل یه دونه هایلکس تحت شکنجه روحی روانی بودم یه 2 روزی. این عدد اومد پایین‌تر، نزدیک 5 میلیون دلار در طول 3 میلیون دلار در طول 5 سال. اگه قبول نمی‌کردم میگفتن که 30% شرکت رو میگیریم، انقدر میزنیمت تا این امضا بکنه. این یک مشکله. مشکل دیگه وقتی من میخوام به تمام اراکینی که میتونستن کمک بکنن و این کارخونه ساخته بشه، وقتی من میرم در سطح بسیار کلان ریشخند میشدن، مسخره میشدن، یعنی انجام نشده. یک شرکت بسیار بزرگ افغانستان که یک پروژه بسیار بزرگی رو در بخش انتقال آب دارن انجام میدن، پیشنهاد استفاده از ماشینریشون رو دادن، ماشینری‌های مربوط به زمان روز که 40-50 سال گذشته بود و اصلا دیجیتال نبودن، در ازای اون 51% از سهام شرکت رو میخواستن. امکان فرستادن موتر برای نمایشگاه وجود نداشت، امضا نمی‌کردن، امضا نمیشه. موتر از افغانستان می‌خواستیم ببریم، گشته بودن توی قوانین و پیدا کردن که صادرات موتر بند است. موتر رو گفتیم اشکال نداره پرزه می‌کنیم، گفتن صادرات پرزه بند است. گفتم خب پرزه‌ای که از موترهای دیگه گرفتم و میذارم بیرون، میگم که انمیش فایبر گلاس، انمیش شیشه است، انمیش فلانه. یعنی بحث رسیده بود تا جایی که صادرات آهن قراضه هم حتی بنده. وضعیت اینطور بوده که من بندگری کشیدم، چیز شدم، یعنی مجبور به اعتصاب غذا شدم. اینها رو من تمام تحمل کردم و رو هم نکردم و آخرش من مورد قضاوت قرار گرفتم، در صورتی که واقعیت پشت پرده این چیزا بوده. من تمام تلاش می‌کردم که این کار بشه، حتی پیشنهاد